سلام به تولید کننده‌های گلمون. مرسی که هستید. مرسی که تو این بیبازاری این چرخ زنگ زده ای تولیدو دارید میچرخونید. دورت بگردن. شماهایی که تو اوج بازار ماشین خریدی، خونه خریدی، ویلا خریدی، مغازه خریدی، واقعا خدا رو خوش نمیاد که الان تو بیبازاریتون وسطکار، زیگزالدوز، چاپی، مزدیدوز تو این وسط له بشن. به هر حال شما از کنار همینا یه روزی رشد کردید. الان باید تو این بیبازاری هم شما یه ذره هوا اینا رو داشته باشید دیگه. به خدا ماها داریم میبینیم. سخته، قبولم دارم. به هر حال این بازار بالا پایین زیاد داره. سال بعد که این بازار را بیفته، کسایی که زیر این رکود بازار بیبازاری له شدن و از این چرخه تولید حذف شدن، سال بعد میخوای بری نجار بیاری برات با میخ برات تیشرت بزنه؟ میخوای جوشکار بیاری با 3 و 2 برات شلوار بدوزه؟ خب همینا دوباره باید باهات کار کنن دیگه. یکم تو این بیبازاری هواشونو داشته باش. انصاف نیست که اینا زیر بار این بیبازاری له بشن. میدونم سخته ولی شدنیه دیگه. یکم هواشونو داشته باشید. پر روزی باشید.